این که دین میگویم ایمان میگویم لذت میبرم لذت اینا من لذت میبرم از این بابان که سیکولر بابان که آزادی خواه تو اختیار داری که مرا چی میگوی تندرو میگوی دلت تروریست میگوی دلت بنیادگرا میگوی دلت هر تروریست یعنی مدافع از حکم خدا و رسولش هر جوان مسلمان مدافع است از حکم خدا و رسولش و این منا هر جوان مسلمان تروریست هر جوان مسلمان تروریست است تروریست یک نفری که با دین خدا کمر بسته که دست خرابش کنه کمر بسته که دست دین خدا را از ریشه بکنه او زنی که کمر بسته که دستی که زنای مسلمان با فحشا و عریانی سوق بده وظیفه جوان مسلمان است تیر ترور این از زمان نبی صلی الله علیه و سلم تا امروز است شما و نسل نو هسته همین مجاهدای مکلش تروریستا بودن شوکمیشو یک تارو میبردن میکشتن سمی که یک خونه رو در دادن بازشون بردن بازشون زنده این جدی زنده است یعنی تروریست است هر جوان مسلمان تروریست است کعب ابن اشرف یک ملا و یهودی در مدینه منوره به زنای مسلمان تشبیب میخون تشبیب به این منا نام یک زن میگرفت و زنای مسلمان در حق از او بیت میخون شاعر بود سارا رومی شاعر بود اسلام توهین میکرد پیغمبر الله گفت من لکعب ابن اشرف کیست که کعب ابن اشرف مرا مسلمان ها را شرش خلاص کنه محمد ابن مسلمه گفت من یا رسول الله برادرش بود برادر رضاییش بود برو گفت در جانش رفت در شب گفت بیا در داستانش در حدیث است از مویایش محکم گرفت رفیقای خدا گفت ده گردنی دشمن خدا و رسولش زدن در گردنش زدن در یهودیا لرزه افتاده بود خلاص ما که میگویم بزن ما که میگویم اجراعات قانون خدا و رسولش تا اینکه در دشمنای خدا لرزه بیفته برادرای مسلمان صحابه رضی الله تعالی عنهم در مجالس از پشت سر خنجر میخوردن خنجر از پیش رویشون میبرم بدون ای که صدایشون برای دست خود به خون خود میمالی و بروی خود میمالی میگفت فستو ور بالکعبه در واقع بیر معونه 40 نفر یا بالاتر از قاریای قرآن کریم پیغمبر الله روان کرده بود یک آدم بردشون که قوم تعلیم بدن فریب که از بین یک قریه تیر میشدن و قریه یارا گرفتارشون که انس ابن حرام رضی الله تعالی عنه رفت با امرای کلانش گپ میزه که ما با شما کاری نداریم ما میریم قصد ما فلان قبیله سوژه میریم به تعلیم در حالت گپ زدن از پشت سر اشاره که یک نفر به خنجر زدش از پشت سر زدش از پیش رویش برم که خنجر زدندم دست خود در خون خود میمالی و در خود میگفت تو و رب الکعبه با مرادم رسیدم قسم به خداست با مرادم رسیدم قسم تو میگوی هر وقتی که به این درجه رسیدی در اون وقت تو از ایمانت میتونی احساس لذت میگم ملا تندرو تو بیچاره آدمی که از قرآن خدا و از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم از کوثر و از حور غلمان و از جنت برین غافل هستی تو چه میفهمی که ملا کیه ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم او بخبر از لذت شرب مدام ما جوان مسلمان زمانی که از ایمان خود برخوردار شو از رموز ایمان خود برخوردار شو محبتش با خدا و رسولش قائم شو ای بعد از سر دنیا خبر نیست اگر تو باشی تو کاکا باشی ما 4000 حدیث بخاری رو به تو بخونم امو قدر حدیث در ابو داودی شریف بخونم امو قدر حدیث از ترمیزی شریف به تو بخونم 6 ماه تیر نشه که تو آماده میشی که کدام کافر رو بکشی
کدام خانم بکشی، کدام خانم جنگل بکشی، به جز بکشی.